مفهوم بدعت چیز و بدعتی به چه شخصی میگوید؟ معنا و مفهوم بدعت خود در حدیث مبارک آمده است. جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. از این حدیث معنا و مفهوم بدعت خود واضح است. این بدعت همان چیزی را میگویند که از قرآن و حدیث، عمل خلفای راشدین، صحابه، از اینها هیچ مستدلی و مرجعی نداشته باشد و هم از همانطور که به صورتاً از اینها مرجعی ندارد، به اعتبار دلیل و به اعتبار استنباط هم از اینها مرجعی ندارد. این معنی اینطور که یکی از قرآن و حدیث یک چیزی را استنباط میکنند، آن را تخریج میکنند آنجا به طور اجتهاد. این آن چیز از مفهومش، معنایش از ظاهر هم از قرآن و حدیث و از عمل صحابه و از عمل خلفا نباشد و همان مفهوم و معنایش همان کسی از آن قرآن و حدیث و چنین چیزها نگرفته است، از خود سرانه چیزی آورده است که العیاذ بالله خلاف قرآن و حدیث چنین چیزها باشد. این کار جدید را از آورده و به صورت دینش آورده و در حقیقت از دین نیست، نقشی از دین ندارد، بکلی این را میگویند بدعت. هر کار جدید و تازه‌ای که آن از این چیزها دلیلی ندارد، نه با الفاظ آنها دلیلی دارد، نه از مفهوم معانی آنها دلیلی دارد، شخصی آن را خود از جانب خود درست بکند بدون دلیل، بدون مرجع از این چیزها، این را بدعت می‌گویند. و کسی که این کارها را انجام می‌دهد همان شخص را هم بدعتی